سرخط خبرها: طلب 20,000 سومانی به جای 1000 سومانی. منصبداری تاجیک را به طمع‌جویی ایبدار کردند. ترتیب گرفتن کمک پولی برای فرزندان مهاجران در روسیه سخت‌تر می شود. و پرونده علیه صاحبکاری که به گفته مقامات 10 ماشین را با نام نزدیکانش وارد کشور کرده است. سلام بینندگان عزیز، این برنامه نویدی بامدادی است با خبرهای تازه از تاجیکستان و بیرون از آن. امروز سه‌شنبه 28 اپریل سال 2026 است. یک منصبدار در دوشنبه با گمان گرفتن 20,000 سومانی پاره یا طمع‌جویی بازداشت شده است. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و ضد فساد تاجیکستان در بیانیه روز 27 اپریل از اون نجمیدین زاده د'a نام برده است که در ریاست زمینسازی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول پایتخت به حیث متخصص کار می‌کرده است. به اطلاع آژانسی تفتیشات معلوم کرده است که گمانبر سال 2025 برای حجتگذاری قطعه زمین نزد حولگی از یک ساکن 20,000 سومانی گرفته است. این در حالی است که به گفته منبع برای حجتگذاری زمین همگی 1000 سومانی پرداخت دولتی پیش بینی شده است. نظر خود نجمیدین زاده به این اتهام معلوم نیست. به اطلاع آژانسی نسبت به این منصبدار برای طمع‌جویی پرونده جنایتی آغاز شده است. در تاجیکستان همه ساله چندین منصبدار برای تقسیم ناعادلانه یا فروش و حجتگذاری غیرقانونی زمین بازداشت و زندانی می‌شوند. فروش و استفاده غیرقانونی زمین را در کشور یک درد بی‌دوا می‌نامند. حکومت روسیه شیوه دریافت کمک پولی برای کودکان مهاجر را سخت‌تر می‌کند. بر اساس معیار نو در روسیه، آنهایی که تازه صاحب شهروندی این کشور شدند، حق گرفتن کمک پولی یگانه برای فرزندانشان را نخواهند داشت. خبرگزاری دولتی تاس با تکیه به سند حکومتی گفته است خارجیان یا مهاجران تنها بعد از 5 سال گرفتن شناسنامه روسی می‌توانند برای کودکان خود کمک پولی یا شیرپولی بگیرند. این تغییرات از 1 اپریل سال 2027 به اجرا می درآید. کمک پولی یگانه این پرداخت دولتی است که برای دستگیری زنان حامله‌دار و فرزندان تا 17 ساله خانواده ها پیش بینی شده است. البته با شرطی که این عائله ها نیازمند باشند و مکان دائمی زیستشان هم روسیه باشد. مبلغ برای هر یک کودک وابسته به وضع مالی یا درآمد خانواده پیش بینی می شود. دریافت این کمک پولی برای بسیار خانواده های مهاجری تاجیک هم سرچشمه مهمی زندگی بود. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت دونالد ترامپ روز 27 اپریل پیشنهاد نوی ایران را برای حل جنگ 2 ماهه که حالا در حالت آتش بس قرار دارد با مشاوران ارشد امنیتی خود بررسی نموده است. تهران تا حال نقشه نو را رسما تصدیق نکرده است، ولی نشریه اکسیوس با تکیه به 3 منبع از جمله یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران راه نوی ختم نزاع را پیشنهاد کرده است. در این پیشنهاد آمده است که ایالات متحده باید گذرگاه تنگی هرمز را باز کند و هر دو جانب بحث برنامه‌های هسته‌ای ایران را به مرحله بعدی گذارند. چند ساعت پیش از این وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز در صحبت با شبکه فوکس نیوز تصدیق کرد که واشنگتن پیشنهاد نو را دریافت کرده است. با این حال روبیو اشاره کرد که یکی از مانع‌های اصلی در راه مذاکرات پراکندگی در رهبریت ایران است. به گفته وی مقامات تهران باید اول میان خود به سازش برسند. آخر هفته گذشته قرقیزستان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. حالا به این کشور صادرات یک قطار مال‌هایی که مسکو می‌تواند برای استحصال نظامی استفاده کند منع شده است. گذشته از این 2 بانک قرقیزستان و بیرژه کریپتووالیوتی به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا وارد شدند. در این بین پرزیدنت صادر جباروف غیر چشم داشت برای ملاقات با ولادیمیر پوتین به مسکو پرواز کرد. روزنامه‌نگاران روس میگویند تحریمات علیه قرقیزستان یک نوع مجازات شدن این کشور برای صداقتش به روسیه است. تفصیلات در گزارش همکاران ما. هنوز از زمستان امسال معلوم بود که قرقیزستان به 20مین بسته تحریم‌های اروپا علیه روسیه شامل می شود. اتحاد اروپا بار اول صادرات بعضی نوع دستگاه‌ها و تجهیزات رادیویی از روی رقم اداره شونده را به این کشور به دلیل خطر صادرات دوباره آنها به روسیه و استفاده در تولید هواپیماهای بی‌سرنشین و موشک‌ها منع کرد. با گفته بریوسل، واردات چنین کالا به قرقیزستان اخیراً حدود 10 برابر و صادرات از قرقیزستان به روسیه بیش از 12 برابر افزایش یافته است.
اتحاد اروپا میگوید با بیشکک پیوسته مشورت‌ها دایر می‌کردند، اما مقامات به تامین روسیه با محصولات ممنوع ادامه می‌دادند. علاوه بر این، اتحاد اروپا علیه دو بانک قرقیزستان کپیتال و کرامت که الکی در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تحت محدودیت قرار دارند تحریم جاری کرد. حالا به این بانک ها معاملات با شخصان واقعی و حقوقی از کشورهای اتحاد اروپا منع شده است. هفته گذشته رئیس جمهور صادر جباروف غیر چشم داشت برای ملاقات با ولادیمیر پوتین به مسکو پرواز کرد. درباره این سفر قبلا اعلان نشده بود. جانب روسیه در این مورد پیش از ملاقات دو رهبر خبر داده گفت که طرفها همکاری‌های قرقیزستان و روسیه را بررسی کردند. با ادعای روزنامه‌نگاران شبکه یکم روسیه، تشبثکار این ملاقات صادر جباروف است و گویا خبری تحریم‌ها زمانی رسید که او الکی در کرمل بود. خبرنگار این شبکه محدودیت‌ها ضد بیشکک را همچون مجازات برای صداقت بر روسیه توصیف کرده است. اما دمیتری پیسکوف این را به طور دیگر بیان نمود. این صداقت به روسیه نیست. این پیش از همه صادق بودن به منفعت‌های خود است و اگر کشور به خاطر منفعت‌هایش کار کند، این معنای آن را دارد که سودی می‌گرفته‌اش از منفعت فایده احتمالی طرف دیگر زیادتر است. در این حالت این الکی توکل درست می‌شود. از نگاه سیاستشناس قرقیز امیل جورایف، رهبران دو کشور محض موضوع تحریم ها را بررسی کردند. به تخمین او مسکو می تواند از بیشکک خواهش کند که برای دور زدن محدودیت ها کمک بیشتر رساند. خیلی معلوم است که بانک‌های روسیه این کشور را همچون یک پایگاه بی‌طرف برای انجام معاملات میلیارد دلاری استفاده می‌برند. هرچند این می‌تواند تا حد منفعت‌آور باشد، اما اشتراک در چنین نقشه‌ها خطر معروف شدن کشور را به عنوان ماشین شستشوی پول مالیوی به بار می‌آورد که می‌تواند به نظام قرض‌دهی بانکی و مالیوی تاثیر منفی عمیق رساند. تا آغاز سال جاری 28 شرکت، 4 بانک و 4 سازمان کریپتووالیوتی قرقیزستان از جانب ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحاد اروپا به فهرست تحریم‌ها وارد کرده شدند. ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور صادر جباروف از کشورهای غربی طلب کرد که تحریم‌ها علیه نهادهای مالی قرقیزستان را لغو کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز پرونده جنایتی نسبت یک صاحبکار خبر داده است که به گفته این نهاد با راه فرار از پرداخت انداز از چین ماشین آورده به دولت ضرری مخصوصاً کلان رسانده است. وزارت روز 27 اپریل در سامانه‌اش خبر داده است که ساکن 45 ساله شهر خوجند از سال 2004 تا 2026 به نام شخصانی نزدیک از جمله همسر و مادر و دیگر خویشاوندانش از چین 99 ماشین الکترومبیل آورده به فروش گذاشته است و از این حساب بیش از 16 میلیون سومانی درآمد به دست آورده است. با این راه به گفته مقامات او از پرداخت زیاده از 1 میلیون سومانی انداز فرار کرده است، در حالی که موقع خود صاحبکار و سببی به این عمل دست زدنی او معلوم نیست. وزارت میگوید نسبت وی با ماده 259 یا برای صاحبکاری غیر قانونی پرونده جنایتی باز شده است. بخش یک روز در تاریخ با مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 اپریل منظور شما می شود. 28 اپریل سال 2004 پارلمانی تاجیکستان کنونسیا یا اعلامیه بین‌المللی مبارزه با مبلغ‌گذاری تروریسم را به تصویب رساند. هدف این سند نظارت سخت از گردش پول و داد و گرفت‌های پولی در بانک‌های کشور و پیشگیری از احتمال مبلغ‌گذاری شدن عملیات خرابکارانه تروریستی میباشد. منقدان میگویند با استفاده از چنین معیارها حکومت تاجیکستان دست به سرکوب مخالفانش میزند. روز 28 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد که نتیجه بالا رفتن تنشی نوبتی بر سر حل نشده ماندن بحث‌های مرزی میان دو کشور همسایه بوده است. در نتیجه این نزاع که از نظر وسعت خشونت‌ها بی‌سابقه بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و
نزدیک 300 نفر زخمی شدند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن این نیزا گناهکار میکنند. این نیزا بحران مرزی میان دو کشور را عمیق‌تر کرد، هرچند حکومت‌ها گفتند گفت و شنود را برای حل بحث‌های مرزی ادامه می‌دهند. 28 اپریل سال 1945 هنرپیشه تئاتر و سینما قیام‌الدین چقلوف تولد شده است که در 75 سال عمرش بیشتر با اجرای نقش‌های مسحکوی‌اش معروف گردید. اکثر وقت در صحنه تئاتر دراماوی به نام لاهوتی کار کرده، در نمایشنامه‌های مثل اسیان عروسان، جیان خیره، رودکی و ده‌ها دیگرها نقش آفریده است. برای دایره وسیع تماشابینان با اجرای نقشش در نمایشنامه‌های کلان تلویزیونی مثل صدا از تابوت آشنا است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش روبل روسی و دلاری آمریکایی به تغییر باقی مانده است. 1000 روبل روسی به 124 سومانی برابر بوده، 100 دلاری آمریکایی 935 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 28 اپریل چنین تعیین شده است. برنامه نوید بامدادی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تماشا می‌کردید. خبرهای بیشتر را از سامانه و صفحه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا فردا، خدا نگهدار.